ریشه بافی برای کلمات به شیوه پارس پنداری ببینیم. دو واژه تشکیل شده. ارته به معنای راستین از قانون و خشخصه به معنای شهریاری. روی هم خب ارته خشخصه، حالا این دوتا ترکیبی که اووردی معنیشون تو زبان روز چیه؟ کلمه های دیگری که ازشون ساخته شده کجاست؟ از ته معنیش رو حداقل یه هم خانواده پیدا کن لامصب، یه چیزی که نزدیکش بشه. ارته خشخصه بابا نیست، اینا خودتون نسازید. دشیر، دوغر، سالر، ارسلان، ارسلان، اردوان، اردشیر. ببین اردشیر، دشمک یه چیز رو تیکه پاره میکنی که دشمن هم همین ریشه دشمک هست، اونم ترکیه. اردشیر مثل سالر، شدنه، بعد میرسه به بزرگ، میرسه به جنگجو، چیزی که کامل شده، قوی، قدرتمنده. در ترکی تامگای کهنه. اردشیر، سالر یعنی اونی که انقدر قدرتمنده که جنگجوی مقابل رو در هم میکوبه. سالر میندازه، به زمین میزنه. فهمیدی؟ اردوغان یعنی جنگجو، مبارز، چیزی که شده کامل به دنیا میاره. فهمیدی؟ یا خود سالار ترکیب سال و هست، یا مردمان یکی از قبایل کهن ترک که در کتیبه اورخون ازشون اسم برده میشه، یادآوری میشه اونجا. این ریشه، این قبیله بسیار کهن ترکی که شاید اسم آسیا هم از همینها گرفته شده باشه، در کتیبه 1400 ساله اورخون هست، یعنی مستند. پس اردشیر اینجا ما این شکل ریشه یابیمونه. این هم ریشه یابی شماست. خشخصه اصلا شبیه کلمه نیست اولا. دوما اجزایی که پیدا کردی میگی از این دوتا تشکیل شده و معنیش میشه این. خب حالا این دوتا چی هستن؟ بابا یه خورده باز کن، بگو آقا تو روز مثلا این کلمه ها رو استفاده میکنیم که مرتبط به اینه. نیست. میدونی چرا؟ چون اینا خالی بندیه، چون اینا بافندگیه. بباف. اینا رو هم یه همچین چیزایی بهشون نوشتن تو دانشگاه، اینا دادن دستشون، اینا فکر کردن حقیقت، چرا؟ چون تو کتاب خونده رفته تو ذهنش. اینجوریه سیستم جعل.